شما درباره تأخیر دین گپ زدن. دکتر زاکر گفت هند به مدت 1000 سال توسط مسلمان ها حکم روایی می شد، اما هند هنوز هندو است. در کشورهای امریکایی و اروپایی مردم به خاطر شما مسلمان شدند، اما 1000 دانه زاکر نایک در مالزیا به معنای بالا می باشد. اونا 1000 سال تا به امروز مسلمان نشدن، حال هند هندو باقی مانده، حتی برای 1000 سال دیگه. و دنیا تا صبح اگر شکست بخوره باز هم اونا شیوایه را عبادت میکنن. به نظر شما چرا قسم است؟ چرا اونا مسلمان نمیشن؟ اونا شیوایه را عبادت میکنن. برادر ما سوال کرد که ما گفتیم در امریکا انسانهای زیاد اسلام آوردند و مسلمان ها 1000 سال بالای هند حکومت کردند، ما تا هنوز 80% اونا هندو هستند. نایک به معنای بالا می باشد و ما گفتم اسلام توسط شمشیر انتشار نشده. این گفته را ما به اساس ثبوت بیان کردم، ای که اسلام اگر با شمشیر انتشار می شد، باز مسلمانایی که بالای هند حکم روایی می کردن همگی اونا را وادار می کردن که مسلمان شود. در خصوص هندوها، برادر، به اساس تعریف جغرافیا هندو به کسی گفته میشه که در هندوستان زندگی میکنه. به اساس تعریف من هندو هستم. هندو یک تعریف جغرافیایی است و هندو باقی میمانم. این یک تعریف دینی نیست. به اساس گفته جواهرلال، هندو در هیچ یک از ادبیات هندی وجود نداشته تا زمانی که عرب به هند آمدن. کلمه هندو توسط عرب تعیین شده. هندو یعنی زندگی کردن در خاک هند. حتی در عصر حاضر وقت ما در کشورهای عربی میرم، اونا مرا هندو صدا میکنن. هندو یعنی هندی، پس هند یعنی تعریف دینی نیست، یک کلمه درک نشده است. و می خاطر فوسوامی وینگهادا گفته هندویسم یک کلمه درک نشده است، باید ویدنست بگوین. پس شما اگر هندو میگن، بله هندو انشالله در جای خود خواهد بود و ما بالای هندی بودن خود افتخار میکنم و کسایی که در هند زندگی میکنن هندو گفته میشن. این یک تعریف جغرافیایی است و یک تعریف دینی نیست. در هیچ جای حتی در ویدا و اپنیشد کلمه هندو را یافت نمیتونن. تمامی این تعریف بعد از آمدن عرب با وجود آمده. کلمه درست سناتر درم یا ویندرن تست باید باشه. پس این کلمه درست درک نشده. برای جغرافیایی که من هندو هستم، به خاطر که من در هند زندگی میکنم و در اونجا میمانم، اما به اساس دین فراگیرترین دین در عصر حاضر در سراسر جهان اسلام است. فقط در جهان غرب نه، بلکه در جهان شرق نیز در سراسر جهان فراگیرترین دین اسلام است و انشاءالله و صد انشاءالله این دین با انتشار خود ادامه خواهد داد. قسمی که شما گفته نایک به معنای بالا رفتن است، میفهمیدم کدام کس برم گفته بود. و در سانگ سیگرت نایک به معنای مجاهد است. این یعنی قهرمان یا مجاهد، به خاطر که کوشش میکنم مجاهد هستم. امیدوارم جواب فهمیده باشن.